السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. استاد باز سوال درباره قرض، یعنی همین چند سال شد که در روسیه قرار داریم. مقصد انا کارکگیمو بی اهمیتی کرده، مقصد برادران قطعی کار کردگی، مقصد مومنت های ممکن شدگی است که یگان سون شده ممکن خوردگی باشیم، یا اینکه مقصد امیر مقصد پیش رمضان چخیل که مقصد یگان سوم داده گویم که مقصد مرا دانسته ایدونده یا که ندانسته خورده باشه ببخش. توغری میغلطم خیلی؟ اگر انیق باشد قرضداریتون و برمیگردند. اگر انیق رو یک سوم نیم سوم نه یک سوم نیم سوم این چیزای عموم و حساب میکنید و ها یک سوم مثلا فلانی کم دادگی یک سوم از آن فلانی کم دادگی باشد تقریبا چند سوم 100 سوم $100 مثلا، ولی همین قدر خیر کنید و پروردگار همین اگر یک سوم نیم سومی مردم خوردگی باشه هم ندانسته دانسته اونای یک سوم به یک آدم یافته و کافته و زنگ زده و این فکر نمیشه، همون پول حساب میکنید و خیر میکنید از نام ما تمام، دلی اونها هم خجالت نمیکنید و چی نمیکنید. و بعضی علما میگن که غیبت هم میخواد سه آدم غیبت کرده باشید و وای پیشش برفته من شما غیبت کردم گوید وای با نسبت شما اینو نمیدونست محبت داشت، بعد غیبتی شما شنود خفه میشد، برعکس دلش به بدبینی پیدا میشود، شاید ضررش رسد، شاید علاقش با شما بد شود، این خیلی باشد رو رفته نمیگویید حلالش به من توی غیبت کردم نمیگویید و در همون مکانهایی که غیبت کرده بودید در همون جمعیت هایی که غیبت کردید در همون جا گشته و صفت های نیکش ثنا میگویید و در تنهایی در حقش دعا میگه ای الله من فلانی را غیبت کردم گناهی فلانی را ببخش، گفته در حقش استغفار میپرسید دعا میکنید در حق ما آدمی غیبت کردگی تا اما از او حلال کن، گفته دعا میکنید تمام دیگه غیبت نمیکنید و در یک جا نیم دیگر به صفت های نیکشی به یادآوری میکنید، همین کفایه هست. رفته من غیبت کردم یا یک سومی تو رو دزدیدم گفته نمیگویید، اون یک سوم نیم سوم چیزی که یعنی که مالی کم باشد بله $100 باشد برده تید، لیکن $1 باشد از نامش همش جمع کرده خیر میکنید تمام، دلی آنها هم غش نکنید. الله اعلم.